پادشاهی پهلوی بین دو انقلاب. قسمت اول، رضا شاه. کارگران و اقشار زحمتکش ایران از 44 سال قبل در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درگیر مبارزه‌ای سخت و خونبار با حکومت بورژوا اسلامی ایران هستند. قتل حکومتی مهسا در اواخر شهریور ماه 1401 همچون جرقه‌ای انبار باروت خشم و نارضایتی مردم ایران را شعله‌ور نمود. متعاقب آن جنبش‌های اجتماعی فعال با پیشتازی زنان از جمله جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هم درآمیختند و تحت شعار محوری زن، زندگی، آزادی مبارزات سراسری تجلی. همبستگی مبارزاتی جامعه را وارد شرایط انقلابی نمود و پایه‌های قدرت حکومت مورد تعرض قرار گرفت. اعتراضات داخلی به مدد رسانه‌های اجتماعی و همیاری و پشتیبانی تظاهرات اپوزیسیون و ایرانیان خارج کشور در ابعاد بین‌المللی منعکس گردید و برخلاف گذشته مورد اقبال و توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت. در حالی که 6 ماه از تداوم خیزش انقلابی می‌گذرد و طبقه 10 میلیونی کارگر و زحمتکش ایران به افق و استراتژی سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی می‌اندیشد و در تدارک و ارائه بدیل و جایگزین حامل منافع خود است، در همین حال گروه واپساندیش سلطنت طلب به رهبری رضا پهلوی کارگزاری سوژه‌های منتج به منافع کشورهای غربی را به عهده گرفتند. آنها مصممند در رمز اتحاد و همنوایی تظاهر کنندگان داخل و خارج کشور گسست و شکاف ایجاد نمایند و انقلاب را به شکست منتهی کنند. این گروه غیر مسئولانه وحدت و همصدایی تظاهرات هفته‌های اولیه را به چالش کشیدند و اکنون در صددند ماهیت بخشی از اعتراضات خارج از کشور را مخدوش کنند تا آن را به کالایی برای معامله با کشورهای غربی جهت تحمیل آلترناتیوی فرامردمی و از بالای سر مردم تبدیل کنند. الگوی مورد نظر آنها فرازگشت به دوران رضا شاه و محمد رضا پهلوی است، یعنی همان شاهان ستمگری که اولی در بزنگاهی انقلابی اخراج و تبعید شد و دومی گرفتار در غرقابه انقلاب از ایران گریخت. در سبک تاریخ نگاری درباری، به خصوص ناسیونالیسم عظمت طلبانه دودمان پهلوی، رضا شاه عنصری قدرتمند، ترقیخواه، پایبند به مشروطه و مدرنیته و معمار ایران نیمه غربی معرفی می شود. در این رابطه اگر با متد و نگرش تاریخ نگاری علمی عملکرد این دو پادشاه در قبال جامعه و طبقات اجتماعی موجود در آن بره را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم، واقعیت‌ها خلاف توهمات و افسانه بافی پادشاه خواهان نمایان می‌شود. بر اساس اینکه تاریخ جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه طبقاتی است، انقلاب مشروطیت تابلوی گویایی از مدرنیت و مبارزه طبقاتی علیه شاهان قاجار به مثابه ابزار سرکوب حاکمیت فئودال‌های سده 19 در ایران است.
انقلاب به انحراف رفته بهمن 57 نیز نه کودتای غرب علیه محمد رضا شاه، واکنش انقلابی کارگران و توده‌های محروم ایران علیه فقر و بحران اقتصادی و نابسامانی اجتماعی و عدم مشروعیت پادشاهی مورد اعتماد امپریالیست‌ها و سرمایه‌داران وابسته بود که شاه نیز در پایان راه آن صدا را شنید و به آن باورمند شد. اما من به نام پادشاه شما که سوگند خورده‌ام که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثناعشری را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را امروز نسل گذشته چیزی را برای حال آشکار می کند که حال قادر به مشاهده آن باشد و این نسل بتواند پاسخ پرسش‌هایش را از خلال حوادث دیروز و کنه مبارزات طبقاتی مربوطه دریابد. به گواهی مورخان بی‌نظر و غیر جانبدار و نیز اسناد مکتوب در آرشیو وزارت خارجه بریتانیا، رضا شاه هرچند اصلاحاتی در مقایسه با شاهان قاجار در مقیاس جزء اما بزرگ نما، از جمله آموزش و احداث خطوط آهن و توسعه ارتباطات و ایجاد کارخانه دولتی به انجام رساند، اما در مجموع او در سالهای پادشاهی ایران را دوشید و با جوی خون بین خود و روشنفکران، کارگران، روستاییان و ملیت‌های درون ایران فاصله انداخت. او با تکیه بر زور ارتش نوسازش آنها را در مطالبه آرزوها و خواستهایشان به سکوت واداشت. عوارض و مالیات‌های سنگین وضع نمود و به سبب کسری بودجه و تورم سطح زندگی توده‌ها را پایین آورد. حمایت او نسبت به تجار و سرمایه‌داران و انحصارگران و سیاستمداران وابسته و زمینداران بزرگ بی‌دریغانه بود و آنها را ثروتمندتر نمود. لذا در دوران سلطنت وی نارضایتی توده‌ها و حتی سرخوردگی افسران ارتش و تنفر عمومی به اندازه‌ای فراگیر شد که بنا به گزارش خرداد ماه 1320 سفیر وقت انگلیس در ایران، هر دم محتمل بود رضا شاه با طوفان انقلاب مردم مواجه شود. بنا به این گزارش اگر نیروهای انگلیس و روسیه ایران را اشغال نمی‌کردند و شاه را به تبعید نمی‌فرستادند، بدون شک وی و دودمان پادشاهیش توسط مردم منقرض می‌شد. انگلیسی‌ها بیم آن داشتند که با وجود نیروی چپ برخاسته از انقلاب پیشین و متأثر از انقلاب بلشویکی، آتش انقلاب کارگران و دهقانان برپا شود و بستر نفوذ و حضور انگلیس در ایران را به کلی محو نماید. برای آن دست از نسل جوان مهاجر ایرانی که پرچم شیر خورشید نشان را بر بنیان احساس و عاطفه اخلاقی در میادین شهرهای خارج از ایران به چرخش در می‌آورد، ضروری است پاسخ این سوال را دریابد که چرا و چگونه آن شاهنشاهی که به زعم آنها مقتدر و برای آینده ایران و ساکنانش خیراندیش بود، چنین و در عمر کوتاه سلطنتش مردم به وی پشت کردند.
و او با آنچنان خواری کشور را ترک که به قول سفیر آمریکا کسی برای آن مستبد حریص بیرحم متاسف نشد و اشکی نریخت. رضاخان میرپنج که تربیت شده قزاق‌های تزار روسی بود تا اسفند 1299 نشانه ای از شخصیت سیاسی او بر عرصه وقایع و حوادث مشروطیت قابل رؤیت نبود. به ناگاه با نیروی 3000 نفره از قزوین به حرکت درآمد و تهران را به اشغال خود درآورد. این اشغال اتفاقی یا اثر خیرخواهی نسبت به ملت و انقلاب نبود، بلکه به توصیه و مطابق برنامه وزارت خارجه بریتانیای کبیر به چنین اشغالی دست زد. هدف از این اقدام که کودتای نظامی بود، خلع ید از حکومت شاه جوان قاجار نبود. همانگونه پس از دستگیری 60 تن از شخصیت‌های سیاسی فعال به احمدشاه قول داد که کودتای او به منزله اقدامی برای پیشگیری از انقلاب و حفظ سلطنت اوست. پس چرا کودتا؟ واقعیت چه بود و شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور در پس انقلاب مشروطه و جنگ تحمیلی داخلی محمد علی شاه چه اوصاف و خصلت‌هایی داشت که دخالت و حضور نیروی نظامی را برای مهار و کنترل گروه‌های سیاسی و مطالبات توده‌های به پا خواسته را می‌طلبید. نارضایتی از حکومت قاجار در اوایل سده 19 با پیدایش قشری از جوانان تحصیل کرده در اروپا، رفت و آمد ایرانیان به کشورهای غربی، گسترش نفوذ ممالک استعمارگر در ایران، مالیاتگیری سنگین، فساد دربار و هزینه‌های هنگفتش و تورم و قحطی، به خصوص بلوای نان در زمان ناصرالدین شاه که چند بار زنان دست به تظاهرات علیه وزرا و حاکمان تهران و ولایات زدند، به اوج رسیده بود. با کشته شدن ناصرالدین شاه در حرم عبدالعظیم به دست یک تاجر ورشکسته، نارضایتی‌ها از وضعیت نابسامان و ماندگار دامن جانشین او مظفرالدین شاه را نیز گرفت. شاه تازه بر تخت نشسته در طی 10 سال سلطنتش با تعمیق مبارزات مردم روبرو بود و خواست تغییر و تحول در اداره کشور و ساماندهی به وضعیت معیشت مردم گسترش یافت، به طوری که به پیشنهاد جوانان تحصیل کرده خواست عدالتخانه به تشکیل مجلس شورای ملی برای اداره کشور تغییر یافت. در این احوال فشار و سرسختی مخالفان هر دم رو به افزایش بود. در سال 1285 زنان چندین تظاهرات در اطراف قصر سلطنتی برگزار نمودند و مردم تهران به سوی قم راهپیمایی کردند و عده‌ای نیز در شاه عبدالعظیم و سفارت انگلیس بست نشستند. این مبارزات به هم پیوسته شاه را ناگزیر نمود تا در ابتدا با تشکیل مجلس اسلامی کمتر دموکراتیک تن دهد. این پیشنهاد توده‌های معترض را قانع نکرد و ناگزیر شد 5 روز قبل از مرگش فرمان انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کند. بدین ترتیب مبارزه برای انقلاب به پایان رسید، ولی مبارزه برای مشروطیت تازه آغاز شد. پس از تشکیل مجلس مؤسسان، مجلس شورای ملی که نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب اجتماعی آن بازتاب یافته بود، افتتاح گردید. همزمان نیز سازمان‌های سیاسی گسترش می‌یافتند. افزون بر 5 گروه و سازمان
یعنی مرکز غیبی، حزب اجتماعیون آمیون، مجمع آدمیت، کمیته انقلابی و انجمن مخفی بیش از 30 انجمن در تهران سر برآوردند. تعداد نشریات و روزنامه‌های رادیکال نیز به تعداد قابل ملاحظه‌ای رو به افزایش نمود. محمد علی شاه از همان ابتدای جلوس در ارک شاهی ناسازگاری با مجلس را در پیش گرفت. از سوی تدوین متمم قانون اساسی در جریان بود که قدرت وی را محدود می‌کرد. همچنان که در متن آن محرومیت وابستگان نزدیک شاه از مشارکت در وزارت و نمایندگی گنجانده شده بود. مهمتر آنکه منشأ حاکمیت را نه خداوند بلکه اراده مردم تعریف می‌کرد که آتش خشم او را دوچندان برافروخت. چنانکه در خرداد 1287 با بهره برداری از موقعیت مناسبی که سلطنت طلبها به دست آورده بودند، مجلس را به فرماندهی کلونل لیاخوف روسی به توپ بست و با برقراری حکومت نظامی مجلس اول را منحل کرد. محمد علی شاه طی عمر کوتاه سلطنتش جنگ داخلی را به انقلابیون و توده‌های خواهان تحول تحمیل کرد. او به حکام ولایات فرمان داد که از انجمن‌های ایالتی که به رهبری بازرگانان محلی فعالیت می‌کردند پیروی نکنند که این خود موجب اغتشاش و درگیری‌های محلی و به خصوص درگیری قبایل در نقاط مختلف کشور شد. در این روند او از تفرقه اندازی مذهبی به منظور تضعیف مخالفان با همدستی روحانیون و با رهبری شیخ فضلالله نوری بهره برد و آتش مجادله و جنگ بین مشروطه خواهان و سلطنت طلبان را شعله ورتر نمود. مشروطه خواهان سرانجام ناگزیر شدند پس از پاکسازی عناصر سلطنت طلب در مناطقی چون مشهد، رشت، تبریز و اصفهان، کرمانشاه، بندرعباس و بوشهر نیروی مسلح خود را بسیج و راهی پایتخت نمایند. با رسیدن نیروهای انقلابی به تهران که یپرم خان ارمنی، سردار اسعد بختیاری و ستارخان و باقرخان در رأس آنها بودند، سلطنت طلبان پراکنده شدند و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. بدین ترتیب مشروطه نیز پیروز شد. با پناهنده شدن شاه در تیر ماه 1288 500 نفر از نمایندگان مجلس منحله، نیروهای مبارزین، بازاریان و آزادیخواهان در تهران گرد آمدند و مجلس اعلی را اعلام کردند. در این مجمع محمد علی شاه خلع و پسر 12 سالش احمد را به سلطنت تعیین نمودند. همچنین از طرف این مجلس دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه سلطنت طلبان تعیین شد و 5 تن از مخالفان سرسخت از جمله شیخ فضلالله اعدام شد. در مجلس دوم فرصت برای انجام اصلاحات و تحولات اجتماعی فراهم شد. جناح‌بندی‌های داخل مجلس را فرقه دموکرات مشتمل بر کمونیست‌ها و در جناح مقابل فرقه اعتدالیون که محافظه‌کاران سنتی را در بر می‌گرفت تشکیل می‌داد. فرقه دموکرات سخنگوی طبقه روشنفکر جدید و طبقات زحمتکش جامعه بود و فرقه اعتدال از اهداف اشرافیت زمیندار و طبقه متوسط سنتی پشتیبانی می‌کرد. در برنامه اعتدال تقویت سلطنت، حفظ و دفاع از شرع و مذهب و ترویج آموزش‌های مذهبی و مبارزه با ماتریالیسم و مارکسیست‌ها
حمایت از مالکیت خصوصی، کمک مالی به سرمایه‌داران گنجانده شده بود. در همین هنگام مذاکرات درباره اصلاحات غیردینی در مجلس آغاز شده و مضمون برنامه اعتدالیون برخورد با دموکرات‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کرد. در بیرون از مجلس نیز فرقه دموکرات در تدارک تمهیداتی بود تا در رقابت‌های سیاسی تناسب نیرو را به نفع خود سنگین و از اهرم فشار نیرومندتری برخوردار شد. به همین لحاظ حیدرخان عمواغلو و محمد امین رسولزاده مأموریت سازماندهی نیرو را به عهده داشتند. حیدرخان ضمن برقراری ارتباط میان باکو و سوسیال دموکرات‌های تهران رهبری گروهی از داوطلبان مسلح را نیز به عهده گرفت. برنامه سوسیال دموکرات‌ها هرچند به سبب مراعات باور و عقاید عامه محافظه‌کار عنوان سوسیالیستی برخورد نداشت، اما در محتوا مترقی و از نظر طبقاتی منافع طبقات پایین اجتماع را در بر می‌گرفت و آنها امیدشان نه به مجلس بلکه به مردی سوار بر اسب بسته بودند و ناجی آنها کسی نبود مگر رضاخان سرهنگ قزاق که در اواخر اسفند 1299 وارد میدان شده. در برنامه اولیه دموکرات‌ها که در واقع اولین برنامه سوسیالیستی منتشر شده در ایران بود، دفاع مسلحانه از مشروطیت، ایجاد جمهوری فدرال و تأمین حقوق ملیت‌ها، دستیابی به عدالت اجتماعی، برابری تدریجی از طریق پارلمان، حق رأی همگانی، تضمین حق انتشار، بیان، تشکیل سازمان، انجمن، تجمع و اعتصاب، تحصیل رایگان برای همه کودکان، درمان رایگان، فروش روستاها و املاک سلطنتی به دهقانان بدون زمین، وضع مالیات بر درآمد و ثروت، 8 ساعت کار روزانه و 2 سال وظیفه اجباری مطالبه می‌شد. در حوالی سالهای 1293 الی 94 کشور در برابر آینده تیره و تار اشغال کشور توسط روس و انگلیس و رکود داخلی به زانو درآمده بود. تزار التیماتوم اشغال به ایران داده بود. از سوی دیگر اهدای امتیازات انحصاری و عقد قرارداد 1919 با انگلیس سیادت کامل این کشور امپریالیستی بر ایران را متحقق می‌کرد. با چنین احوالی پایتخت درگیر تحولات سریع و ولایات جوشان در دیگ اغتشاش. مجموعه این وقایع موجودیت کشور را در آستانه بی‌ثباتی قرار داده بود. لذا نیروهای سیاسی را ملزم می‌کرد تا راه حلی را برای پایان اشغال و نفوذ بیگانه جستجو کنند. به همین لحاظ کمونیست‌ها با سوسیالیست‌ها ائتلاف و همکاری داشتند. از سوی دیگر وقوع انقلاب فوریه 1917 روسیه نیز زمینه مناسبتری را در ایران مهیا کرد تا سازمان‌های سیاسی و کمونیست‌ها با پشتگرمی بیشتر فعالتر شوند و جنبش ملی‌گرایانه نیز به تحرک درآید. در این زمان حیدرخان عمواغلو با معتدل کردن برنامه کمونیست‌ها در صدد دموکراتیزه کردن بورژوازی و یکپارچه کردن کشور در مقابل امپریالیسم انگلیس بود.
به همین منظور استحکام سازمان حزبی و تشکیل اتحادیه‌های کارگری قدرتمند در سطح کشور را در دستور قرار داد. به این ترتیب کمونیست‌ها تا قبل از پادشاهی رضاخان در تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، انزلی و کرمانشاه شعبه‌هایی دایر کردند و در بیشتر شهرهای جنوبی شبکه‌های زیرزمینی را سازمان دادند. در همین زمان نیز آنها تلاش گسترده‌ای برای سازمانیابی کارگران را آغاز کردند، به طوری که شورای متحده اتحادیه‌های کارگری را تأسیس و بعداً تعداد اتحادیه‌ها را به 32 رسانیدند. به این ترتیب روند اوضاع سیاسی در جهتی پیش می‌رفت که منتج به تعیین تکلیف اوضاع شود. لذا با مشاهده گسترش فعالیت نیروهای چپ و ترقیخواه و نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و از امتیازخواهی‌ها و نفوذ و حضور کشورهای امپریالیستی، انگلیس را بر آن داشت تا پوشیده از انظار و در پس پرده با دخالتگری نامرئی و کنترلی همه‌جانبه از منافع خود در تأسیسات نفتی، تثبیت امتیازات و مسائل ژئوپلیتیکی حفاظت نماید. سازماندهی کودتای رضاخان مناسبترین عنصر تعیین کننده برای سناریوی مورد نظر بود، کما اینکه وزیر خارجه انگلیس برای لشکرکشی رضاشاه جهت سرکوبی کارگران اعتصابی شرکت نفت آبادان در روز جهانی کارگر 1308 از وی قدردانی و مراتب تهنیت خویش را به وی ابلاغ نمود. رضاخان از لحظه موفقیت در کودتای اسفند 1299 تا اردیبهشت 1305 که تاجگذاری نمود، در منصب سردار سپهی و نخست وزیری با ترجمه خواستهای ملی ملیت‌های مختلف ایران به احساس و عاطفه قبیله‌ای، خواست ملی‌گرایانه ملیت‌ها را همچون جنبش سمکو در کردستان و دیگر کردها در خراسان و کرمانشاه، لرها، عرب‌های هوادار شیخ خزعل، آذری‌ها، ترکمن‌ها و کهگیلویی‌ها و حکومت سوسیالیستی گیلان و جنبش جنگل به رهبری کوچکخان را سرکوب کرد. خاموش کردن این جنبش‌ها اعتباری به وی اعطا کرد تا او در نزد محافظه‌کاران سنتی و ملیگراها و حتی تجددخواهان هوادار خود به عنوان فردی مقتدر و نجات بخش جلوه کند. اما تلقی دموکرات‌ها و ارزیابی کنگره دوم کمونیست‌ها در ارومیه نظریه‌ای عکس با هواداران او داشت و کماکان او را دست نشانده انگلیس و عامل انحلال پارلمان لیبرالی و احیا کننده استبداد و خودکامگی می دانستند. خشونت و دسیسه نظامی تنها عامل منحصر به فرد رسیدن رضاخان به سلطنت محسوب نمی شود. او در خلال فعالیت مجلس چهارم و پنجم از ترفندهای سیاسی بهره گرفت و پایه قدرت خود را مستحکم کرد. در مجلس چهارم با اصلاح طلبان سنتی ائتلاف کرد تا زمینه ریاست جمهوری خود را فراهم کند. آنگاه که او با مخالفت مدرس که حمله به پادشاهی را حمله به شرع مقدس می‌دانست و اصلاح طلبان سنتی هم بر اساس دین نبی جمهوری نمی‌خواستند، به تخت پادشاهی قناعت کرد. سپس با خلع احمدشاه و خط پایان گذاشتن به سلسله قاجار تاجگذاری نمود.
رضا شاه اقتدار سلطنتش را بر 3 محور پایه‌گذاری کرد: ارتش، بوروکراسی دولتی و حمایت دربار. به لحاظ روانشناختی او به مثابه یک بورژوا خودکامه بود و به سبب بکارگیری ابزار زور و اجبار مستبد و مقتدر، اما از نظر تکیهگاه طبقاتی ضعیف بود، زیرا روحیه تفرقه اندازانه داشت و سوء ظن به شایسته سالاران در زمینش برجسته. به همین لحاظ نتوانست قدرت متشکل طبقاتی بورژوازی را در ایران شکل دهد و فقط به فرمانبرها تکیه کرد. با چنین روحیه‌ای از مؤتلفین خود فاصله گرفت و احزاب آنها را ممنوع الفعالیت نمود. حتی حزب تجدد را پس از چند بار تعویض نام به ظن داشتن افکار جمهوری خواهانه خطرناک از صحنه سیاست طرد نمود. در عرصه اداره کشور در همان حدی که فوقاً اشاره شد، چه در عرصه اقتصادی، مدنی و اجتماعی اصلاحاتی را به انجام رساند، اما اقدامات او نامنظم، فاقد برنامه ریزی و سازمان نیافته بود. مثلا به جای غیر مذهبی کردن جامعه، تنها به رفتار غرب‌مآب زنان، اصلاح و تأسیس وزارت عدلیه و سپردن دفاتر احوال شخصیه به وکلا و تغییر برخی از شیوه‌های برگزاری سوگواری‌ها اکتفا کرد. و چون به قول آتاتورک سر آخوند در عمامه می جنبید، دست آخر پس از مرگش پسر نیز بیوه او را به عقد امام جمعه تهران درآورد. پلیس رضاشاهی فرقه کمونیست را بیشتر از احزاب دیگر سرکوب کرد و شاه نسبت به کمونیست‌ها حساسیت بیشتری داشت. او 1 سال بعد از جلوس شاهی همه اتحادیه‌ها از جمله شورای متحد کارگران تهران را از فعالیت محروم کرد و به تدریج 160 تن از رهبران و سازمان دهندگان نیروی کارگری را دستگیر و شکنجه کرد که 6 تن آنها جانشان را در زندان از دست دادند. در همزمانی با انعقاد قرارداد ننگین و ناخوشایند نفت با انگلیس‌ها در سال 1310، رضاشاه برای خاموش کردن صدای اعتراض، شدت عمل بیشتری علیه کمونیست‌ها در لفاف قانون حفظ امنیت ملی اعمال کرد که به موجب آن اعضای سازمان‌های مخالف پادشاهی و مبلغین مرام اشتراکی به حداقل 2 تا 10 سال زندان محکوم می‌شدند. سوای حبس‌های کوتاه مدت، بیشتر فعالان کارگری و اعضای فرقه معروف به 53 نفر تا لحظه تبعید شاه روزگار را در زندان سپری کردند و تقی ارانی، شخصیت اصلی گروه نیز در زندان به قتل رسید. اما با وجود سختگیری و شدت عمل، مبارزات کمونیست‌ها و نیروی کارگری متوقف نشد. کمونیست‌ها با بازسازی مراکز فعالیت خود در تهران، تبریز، رشت، اصفهان و قزوین گرد هم آمدند و اقدامات روتین خود را از سر گرفتند. در دوران سیاه اعتصابات بزرگ کارگری در خوزستان و نساجی اصفهان و کارگران راه آهن مازندران روی داد. اگرچه اعتصابات برای کارگران پرهزینه بود، اما حکومت شاه را ناگزیر به پذیرش خواستهای خود می نمودند. قانون 1310 برخلاف انتظار وحشت و ارعاب ماندگار در میان مخالفان بر نینگیخت. در گرماگرم سختگیری ها، دانشگاه ها ساز مخالفت را به صدا درآوردند. دانشجویان خارج از کشور که از سال 1309 مبارزاتشان آغاز شده بود، شاه را آلت دست انگلیس می دانستند و خواهان برپایی حکومت جمهوری در ایران بودند.
اندکی بعد دانشگاه‌های داخلی نیز لب به اعتراض گشودند و دانشجویان دانشکده‌های پزشکی، فنی، تربیت معلم و حقوق از سال 1313 تا 3 سال بعد از آن اعتصابات موفقی را سازماندهی کردند و خواستهای آنها پذیرفته شد. هرچه به سالهای پایانی سلطنت رضاشاه نزدیک می‌شویم، نارضایتی ملیت‌های مختلف، روشنفکران جوان و طبقه کارگر به ویژه بخش صنعتی عمیق‌تر می‌شد. مزدهای پایین، ساعات کار زیاد، وضع مالیات‌های گزاف بر کالاهای مصرفی، شرایط نامساعد کاری که شباهت به بردگی داشت، انحصار دولتی بر مواد اساسی معیشت و چپاول و ثروت‌اندوزی شاه و اطرافیانش خشم مردم را به مرز انفجار رسانیده بود. به همین لحاظ افکار مردم ایران و حتی اروپاییان پیرامون انقلابی که در ادامه این سرکوب اجتناب ناپذیر می‌نمود در طیران بود. پتانسیل تغییر خواهی به درجه‌ای رسیده بود که اکسیر تعلق و ارق میهن پرستی پرسنل ارتش نوین نیز تبخیر می‌شد. نارضایتی در ارتش شدت می‌گرفت و برخی از افسران و پرسنل ارتش در تدارک مقدمات کودتا بودند. این نارضایتی‌ها سبب شد تا در شهریور 20 ارتش فقط 3 روز در مقابل غرش هواپیماهای متفقین ایستادگی کنند. آنها حاضر نشدند جانشان را برای ماندگاری شاه نثار کنند و بدون احساس وفاداری به او اجازه دادند فرمانده کل قوایشان در معیت انگلیس‌ها روانه تبعید و به جزیره موریس رهسپار گردند.